سلام علیکم. خسته نباشید. سلام، خسته نباشید به همه بچه‌های کانال. بچه‌های توی خونه ما از صدای نمونه یادتون باشه حرفای امیر یادتون میاد. تموم شد. یادم نبود کی ساسی بود دیگه. فکر کنم آره. خودتون معرفی کنین. اولین ویدیو یوتیوب ما برای معرفی اولین پادکستمونه بچه‌ها و معذرت میخوام اگه به خاطر اینکه جا بده نمیدونم سر صدا میاد، نور کمه، نویز و وایز و نویز و اینا. وایز خودتون معرفی خب اولا که من امیر فاضل نگارستانی هستم و اینکه پسرخاله ناتانیم تویی عشق منی، دوست دارم. پر افتخار داداشی. خب حالا خودتو معرفی کن. من لقب نگم؟ لقب بگو. آره. من امیرم، جدیدن رپ کار میکنم. جدیدن که نه، حدودی از عیده یه 9 ماهی میشه بود. آره یه 9 ماهی میشه. بعدش هم عرضم به خدمتتون که ما پسرخاله ناتنی هم هستیم. این بردا بذاروش. کجا بودم؟ داشتی خودتو معرفی میکردی. لقبت؟ لقب خودم که داخل رپ دارم بلوا. بلوا معنی چیه؟ شورش و چه میدونم، مثل آشوب. آره. همچین معنی آشوب. آره. تو معنی همین است. معنی خوبی داره آجی. آره. خدایی اصلا من با اسمت حال کردم به لقبت. یعنی مرسی که اومدید تو ویدیو ما بلوا پادکست. اسمی که داشتم انتخاب کرد. قربونت برم. بچه ما اسممون رو ممکن تغییر بدیم، اسممون رو هر چی که شما چون این ویدیو اوله. آره. چون این ویدیو اولمونه گفتیم فعلا با بلوا پادکست شروع کنیم تا بتونیم به هدفهای بالاتر گوشی نزنن. واقعا گوشی گذاشتیم کنار تیربرق، یعنی یه طبقه داره گذاشتیمش اونجا دقیقاً بغل خیابونه. بعد آره تو همزه کرمان. راستی شما اهل کرمانی، من دورگه استان مازندران و کرمان. مادرم کرمانیه، پدرم مازندران. بله اصلا گنگ والا. حاجی ما گوشی گذاشتیم اونور. بعد الان میترسیم موتوری بیاد بزنه گوشیمونو. حالا گوشیمون هم گرون قیمت نیست ولی خب بازم گوشیمون نداریم. آره حاجی موتور اومد مثال من میرم سمت این ور، از این ور رد شد تو بزن من جوفا میبرم صورت یاد. تمام شده. آره بچه اصلا میدونی ما استراتژی قشنگی داریم. همه جا با استراتژی میریم. بله اصلا زندگی استراتژی کلش. تو چه ویژگی‌هایی داری؟ از چه چیزایی خوشت میاد؟ من راستش خیلی ویژگی خوبی نیستم، ولی خب من خیلی مودی ام راستش بخواین. یعنی میتونم با یه آهنگ شاد باهاتون برقصم، بعد که آهنگ غمگین پلیشه هم گریه کنم. آره. بعد کلا این که من حاجی من محرم خوبی ام هستم. خدای دلداریام قشنگ بود و فلان اینا. واقعا جایی که حالت بد بود کمکت کردم، جایی حالم بد بود کمکت کردم. عشق منی. بعد حالا تو بگو. منم که تنها استعدادی که دارم داخل رپ بود که اون استعداد خاصی نیست، با 9 ماه تلاش و تمرین به دست اومد. آره استعداد نبود تو کار رپ. استعداد نبود، تلاش و تمرین. آفرین. آره. این نبود هم اول ببین هیچ چیزی از همون اول نمیشه مثلا با استعداد شروع بشه، بعد تمرین کنی. من اولش میگم چون قلم ضعیفی دارم همین اول شروع کردن خیلی اصلا به در رپ نمیخورم. آره بعد یه آدم با تلاش تمرین به اینجا برسه. فکر کنم مثلا گنده‌های رپ تتلو نمیدونم پیشرو شایو نمیدونم اینا چجوری اومدن. بعد تو رپر مورد علاقت کیه؟ رپر مورد علاقت زیاده. ببین خب 5 تا تاپ 10 تا بگو. من ببین نیستم رپر مورد علاقه، مثلا دسته‌بندیشون میکنم مثلا بر اساس قلم. ببین قلم به قلم باشه آجی. من فدایی خیلی دوست دارم، خیلی تکنیکی و عمیق میزنه. آره فدایی خدای قبول دارم. تتلو تیشو بعدش اینا تکنیکی ها رو میگی اصلا قویه. ببین من یه تیم بخوام جمع کنم اینا رو جمع میکنم. فکر کن مثلا تو داری یه تیمو جمع میکنی که همین کارم داری میکنی تو بلک گلاوز کانال تلگرامتون قرار یوتیوبر. اینو من قبلا زده بودم ولی خب رفیقام پیچوندن رفت. الان راش میندازم دوباره. آره باید راش بندازیم. اسمش هم به احتمال زیاد عوض کنم. نه بنظرم بلک گلاوز قشنگه. میدونی با یه دستکش مشکی بریم مثلا تو فری استایل و ویدیو موزیک و اینا خوشگله. آره بعد اصلا جدیدم از تو رپ میدونی مثلا کسی نیست که امتحان کرده باشه فلان اینا. آره. بعد مثلا اگه مثلا اینطوری بهت بگم این سوال تو بخوای داخل بلک گلاوز رپر مثلا تیم بخوای جمع کنی 5 نفر ببین عجیب. فکر کنم مثلا گوندهای رپ اوکی بودن که بیان با تو تیم بشن و تو رو در آغوش بگیرن. سایت بشن.
نسل یک مثلا باشه، هر نسلی دوست داری کنه. اصلا 5 تای برتری که دوست داری فدایی. خب که وجود گروه گنگی هم داره. آره خدایی ملتفت. فدایی اولیش، دومی امیر تتلو، رضا پیشرو. بعد میخوام اونا رو از جای دیگه بگم، مثال بزنم. مشکی آره خدایی کلام قوی داره ولی فعلا که گرفتنش. آره فعلا گرفتنش. ان شاء الله بچا یه لحظه واسه کلامت. بچا ببخشید اگه یه آدمی رد شد نتونستیم ما رو چند ثانیه ببینین و اینا، اگه ویدیو بعد شد ما بازم معذرت میخوایم، چون وسط خیابونیم، جا نداشتیم، استودیو نداریم و میکروفون هم نداریم. ان شاء الله یکم پول بیاد تو دستمون حتما میکروفون و سپایه رو میگیریم. تازم باسکات زدم اصلا ببینید. نه خدای بهت میگم مدرمون قویه. خب پس الان چی شد؟ فدایی، امیر تتلو، رضا پیشرو و مشکی و پوریا پوتک. پوریا پوتک قوی اومدیم اصلا با اون پروژه آخری امیری. آجی قشنگ بود خدای قشنگ. آره طبق گفته خود پوتک آجی میدونی چقدر هزینه برده؟ نزدیکی 1 میلیون 2 میلیون دلار. آره همین دیگه آجی ولی به پول ایران الان با قیمت دلار خیلی جدی. بچه ما بحث سیاسی نمی‌کنیم، بیا بیرون ازش ان شاء الله پادکست های دیگه. آره خب ما رو بکنید تو زندگی تو گونی بکنید. آره بعدش هم یکم بیا نزدیکتر صدا نویز نداشته باشه. اینا از اکست بگو. از اکسام من اکسام راسته زیاد اکسای حضور موضوع رو ببرم به این سمت. از اکسامون بگیم و تجربیاتی که قرار به بچه‌ها بدیم و آره تجربیاتی که خودمون کسب کردیم و آره تجربه‌ای که خودمون کسب کردیم. اول تو میری یا من برم؟ اول یه دقیقه داستانو تعریف کنم. منم یه دقیقه راستش من زیاد رل مجازی بودم بیشتر. آره. مثلا حضوری نبودم زیاد که مثلا بخوام موهای یکی و دستاشو اینا رو لمس کنم، چون من خیلی زودم وابسته میشم. و اینکه تجربه اکسایی که به دست آوردم این که آجی نباید به آدمای تاکسیک اعتماد داشته باشی. چرا؟ چون اونا مثلا خیانت توشون زیادتر، درصد خیانت نمیدونم کلان به بگایه اون رابطه هم زیاد میشه. خب حالا تو بگوش کن. من داستان قرار بود تعریف کنیم چطوری اشارات. حالا ما فعلا یه مقدمه چینی کردیم بعدش شروع میکنیم. حالا تو برو. من فهمیدم که اینو که حتی پدرم هم بهم گفته از تجربیاتش اینه که به هر کسی اندازه خودش احترام بذار و محبت کن. بیشتر احترام بذاری و محبت کنی انگار وظیفته. وظیفت هم نباشه وظیفت میشه. تتلو یه جمله داشت میگفت احترام یه چیز متقابله. من با این جملهش خدای خیلی کانکت شدم و اینا. خیلی هم این جمله رو سر چی میگن؟ نمیدونم یه چیز زندگی قرار دادم. آره. و اینکه احترام یه جوریه که تو دریافت میکنی میذاری. مثلا تو الان به من بیای بی واسیش من هم نمیام به تو بگم عزیز دلم جون دلم. آره من هم دوتا همونو میگم. نه ببین به نظر من نباید جواب بدی، باید قطع ارتباط کنی. یکی مثلا زیادی داره بهت بی احترام میکنه. لولتون مثلا بعضی جا جدایی خیلی سخته برای آدما. مثلا جدایی واقعا یه چیز سختیه. مثلا تو هر روز داری با یه آدم صحبت میکنی، داری هر روز باش تجربیات تو به اشتراک میذاری، زندگی تو به اشتراک میذاری، بخوای ازش جدا شی میدونی سخته. یه جایی او آدم رو باشه خیلی سخت میشه دیگه برات. حالا آره داخل رابطه من یه چیزی بود که فهمیدم همین بود دیگه. بعد داستان اونم این بود که یه سالی باشه خود رابطه بودم. یعنی یک سال آره. یک سال یکم بیشتر بود احساس می‌کنم. 1 سال و 1-2 ماه. الان تو خیلی وقت کات کردیم. الان 1 سال و 5 ماه میشه حدودی، ولی خب 5 ماهش از حدودی کات کردیم. آره 1 سال با یه بنده خدایی داخل رابطه بودم که این آدم یه اکس تاکسیکی داشت، خودش هم تاکسیک بود. انقدر تاکسیک بود تاکسی می آره خلاصه دیگه آقا این برمیگشت به اکسش. منم با امید اینکه تغییر کنه حدودی 5 باری برگشتم بشم. حماقت کردم. 5-6 باری برگشتم. آره 5-6 میگن چی؟ میگن یک کتابو نباید دوبار خونی. چرا؟ چون پایانش رو میدونی. تمام شده. آره جمله سنگی میرم اصلا تکیه میدم. آره خلاص تو چی؟ من راستش بزرگترین حماقتی کردم این بود که با یه آدم 2 بار بهش فرصت دادم. اینو تو
اینکه فرصت دادم بهش که خودش ثابت کنه، بتونه رابطمون رو درست کنه. نمیگم منم مقصر نبودم، منم بعضی جاش واقعا مقصر بودم، هرسم میگرفت، عصبی میشدم، چون من گفتم آدم خیلی مودی ام. مثلا من 2 دقیقه دلم براش تنگ میشه، بعد 2 دقیقه میگم نه بابا ول کن، کیه یارو اصلا. آره من اینجوری بودم که مثلا چی بهش میگن، مثلا بابا دلش نبودم، یه کلمه بود. آره نمیدونم به دلش نمی نشستی. آره نه یه کلمه به اسمش یادم رفت. حالا ول کن، وقت پادکست رو نگیر داداش. آره همون آجی، من چیش نبودم، اسمش چیه آجی، من باید بگم مورد علاقه آره بابا دلش نبودم، اون چیزی که میخواست نبودم. یعنی مثلا چی یادم رفت کلمه رو، حالا ولش کن بگذاریم. من خودم رو تغییر میدادم تا اینکه باهم حال کنه، از خودگذشتگی میکردم، از خودم میزدم برای رابطه‌مون، جایی که اون خیلی کم میذاشت من از خودم میزدم و میذاشتم برای رابطه، که کار خیلی بدی بود، واقعا کار خیلی بدی. ولی نه بعضی جا هم خوبه، مثلا طرفت یه جا 30% میذاره تو با 70% اینجوری ولی خوبه خب آدم کسی تاکسیک. که آفرین اینجوری خوبه که مثلا کسی به پات بمونه، مثلا یه جایی در ما آجی مثلا آدم 7 روزش آره بفهمی خود دیگه 7 روزش حال نداره، افسردگی این چیزا کم میذاره، تو باید بذاری بیشتر براش. آره اینجوری که مشکلی نیست، ولی همینه. خب کسی که کلا باهات حال نمیکنه برای فراموش کردن اکسش میخواد باهات بیاد، نه آدم چی کاری کرد. اصلا کلا بچه‌ها فهمیدین کسی که باهاتونه برای فراموش کردن اکستونه، اکسشه ببخشید، اصلا نباید باش زیاد خوب بگیرین، ارتباط بگیرین. اگه دیدین درست شد که برین سمتش، اگر هم دیدین نشد اصلا کلا با قید و آدم زد، چون واقعا صدمه میبینین. و ما دوتا اینجا نشستیم برخلاف سنمون تجربیات زیادی در زمینه نمیدونم شکست عشقی و خانواده و اینا قرار داشتیم. درست. بله. خب بفرمایید. خب من خلاصه دیگه آره وقتی با یکی رفتی داخل رابطه بفهمید آجی قرار نیست معجزه‌ای بشه رابطتون تغییر کنه، این چیزا هیچ وقت قرار نیست. بابا دلش نبودید آقا مرسی واقعا ممنونم آقا، همون موقع تو با حال نمی‌کنی آجی، من نه زیاد خودم تغییر بدم از خودم. آقا حال دمت گرم آجی، مرسی که تو اینجا تجربیات در اختیار من دادی. مثلا آدم میاد میگه که چی، میگم تو زیاد باب دل من نیستی، تو نباید زیاد، بعدش اینو که بهت گفت تو نباید زیاد خودتو نمیدونم تغییر بدی، خودتو شخصیت اصلی خودتو کنار بذاری که با تو رد شده خواستم ببرم جمعه خودتو تغییر بدی، نباید خودت تغییر بدی و کلا از زندگیت بزنی واسه ای آدم. بعضی جا شاید داشته باشه ارزشش، ولی خب بیشتر جهان نداره. چرا؟ چون آدما تغییر نمیکنن. آجی یه جمله امروز خوندم تو اینستاگرام میگفت که ما همیشه عاشق یک وجه از یک آدم میشیم و آدما تغییر میکنن دیگه. وقتی تغییر میکنه ما دیگه زیاد دلمون رو میزنه و اینا. ولی خب بچه‌ها اگه تو رابطه هستین باید بهتون بگم که حواستون رو جمع کنین به اون آدم، چون آدم‌ها 100% نمیتونن همدیگه رو بشناسن. الان تو دهه‌ای هستیم، تو دوره‌ای هستیم که رابطه‌ها اصلا واقعی نیستن. ببین 90%شون فیکن، واقعا باور کن. تازه بیشتر 90 آره 90 خورده حدودی 5% اصلا واقعی باشن که اونا هم در آینده مطمئنم قرار فریب بخورن و این آدم یه بار فریب بخوره فکر می‌کنه همه همینجوریه. خدای قبول دارم. فریب بخوره همه اینجوری هم فکر نکنه، کینه به دل میگیره، میره رو 5-6 نفر دیگه خالی میکنه. آره کینه به دل میگیری، خشم به دل میگیری، اذیت میشی کنی. اوه چه ماشین اسپورت خفنی. ما این ویدیو رو داخل حمزه داریم میگیریم. بله. یه ویدیو دیگه گرفته بودیم شکست خورد، غروب شد، تاریک شد. آره ما بچه‌ها این راستیتش میشه دومین باری که داریم این قسمت از پادکست رو میگیریم. آره. چون اون دفعه‌ای که می‌خواستیم بگیریم چند روز پیش شده، یکی دو روز پیش بود. آره قرار بود که بگیریم و دیدیم که پایمون زیاد خوب نیست، چون گوشه گذاشته بودیم روز چرخه. بک‌گراند داری اصلا بک‌گراند داداشه عشق کنیم دیگه. خیلی بد میشه آجی، بک‌گراند آوردی اینجا با دو چرخه از آزادی اومدیم حمزه. یه داشت زندگی جوان ایرانی، حالا اینا پستی 16 تومن دو چرخه. فکر آجی چقدر زیاده، ولی اصلا برای آدمای مثل من تو 16 میلیون خدای زیاد. ما الان کلا بچه
3 میلیون میخوایم. مدنی بعد قسطی بگیری 30,000 تومان آقا بده. جدی 30,000 تومان. یه بطری آب معدنی از همزه این داشت، همزه این بالا شهر. من علاوات نیستیم که بالا شهر چه علاوات می‌نازیم. آقا خلاصه خب ما می‌خوایم در مورد هدف پادکست راجعتون صحبت کنیم. بذار اینو بگم بعد بریم داخل. داره بفهم. آره اول که تا جایی میتونید داخل رابطه نرید، رو خودتون کار کنید. رو خودتون کار کنید، برید لولتون رو ببرید بالاتر. میگه باکست و بیل بزن پروانه خودش میاد. آره باکست و بیل بزنی پروانه خودش میاد. حتی شده باشه عشق الکی هم باشه دیگه خودش مجبور واقعش کنه به خاطر پول. آره رو خودتون کار کنید. حالا اگه کسی رو دارید که دارید از صفر واش میسازید قدرش رو بدونید، ولی خب 100% رو بازم نذارید. من ببین چون من نمیدونم، حالا چون این تجربیات منه، 100% نذارین، چون اگه یه جایی یه حرکت کوچیکی هم بزنه ناراحت میشه، اعتمادتون از بین میره. میدونین کلا وابسته شدن به یه آدم، اعتقاد و اینا، خب سر یک چیز بسیار کوچیک، خیلی خیلی کوچیک ممکنه از بین بره و کلا دلزده شین از اون آدم. آره خب در مورد هدف پادکست صحبت کنیم. خب هدفمون کلا در مورد این قسمت از پادکست معرفی خودمون، تجربیاتمون و به اشتراک گذاشتن این تجربیات به بچه. خب بچه حالا زیاد فکر نکنیم، ما نمیدونم زیاد سابسکرایبر داریم و اینا، ما اصلا نشی هم نیست. اولین ویدیو صفره. هنو خودت سابسکرایب نکردی. دیش من هرچی بالا زدم نیومد راستی، یادت باشه پادکستمون شد بزنی بیای برم. خب بچه من هاجی نگاه میکنم این پادکست. آره منم 100%. من تو حالا اولین چیز تجربه زیادی هم داخل این چیزا نداریم. اولین ویدیو نه بچه ای بازم ببخشید میگم ای بازم چیزی بد بود دلتون زد این پادکست، بازم ما رو ببخشید. شایع یادم رفت شایع رو بیارم. شایع اصلا هست، شایع مشکی رو بردار شایع رو بذار. البته ببخشید با معذرت خواهی مشکی، با معذرت خواهی از فناشون. بله خب 6 نفر باشه مشکی هم داخلش باشه، شایع هم بذار. آره این تیم زیادی میتونه بذاریم. این بچه کونی بازی چیه؟ پشت نده. پلیس میاد بچه، الان پلیس میاد میگیره تمون خدا نیاد. آره هدفمون از این پادکست این بود که درباره خودمون بگیم، معرفی کنیم، درباره اکسامون، تجربیاتمون. حالا آخرش جمع بندی میکنیم براتون. حالا بازم اگه حوصله نداشتین، تایم زیاد نداشتین، میتونین آخر ویدیو رو نگاه بندازین و استفاده کنین ازش. خب کلا هدفمون در مورد یوتیوب چیه؟ یوتیوب ببین من اول از همه که دلم میخواد تجربیات خودم و حرفمو اینجوری بریزم بیرون. آره چون بچه‌ها ما یه ویژگی دیگه هم داریم، حالا نمیگم زیاد، نمیدونم به خاطر خانواده بودنمون و اینا، نه ما یه ویژگی داریم که مثلا نمیتونیم زیاد صحبت کنیم، همیشه میریزیم تو خودمون و نمیتونیم کلا زیاد حرف بزنیم با بقیه. مثلا با رفیقامون، من الان واقعا تنها رفیق صمیمی که دارم تو امیره. خب اونی که دوچرخه داشت، چون داشت میدونید یه هفته 3-4-5 روزی نمیدونم چقدر بود دوچرخهش دست من بود، هیچی نگفت. من تازه زینش هم خراب کرده بودم چون این پارچه‌ای روش بود. درباره رفیقم من بخوام یه مسئله ریزی بیارم، رفیقم بگیم بریم. رفیقم خوب نیست به قرآن. ببین یکی دو تا نگهداری، یک تا 3 تا مشکل نیست، بیشتر فقط و فقط خودتون، فقط و فقط خودتون و خانواده‌تون، هیچ کی قرار نیست باهاتون بیاد. بله. و اگه دیدین خانواده بچه‌ها یه جای اذیتتون کرده، میدونم زیاد دلتون خانواده تا یه حدیه آجی. آره خانواده خدای تا یه حدیه. تو نمیتونی بیای کل مشکلاتو به خانواده بگی و انتظار داشته باشی اونا برطرف کنن همه رو. چرا؟ چون مثلا اونا درد دل مشکل نیست. آره و این سخته برای آدما، میدونی که بخوان حرف بزنن از شکستاشو میگن. چرا؟ چون جدیداً یه طوری شده تو بخوای از شکستات تعریف کنی بقیه فکر میکنن وای تو چه چیز خرابی هستی، تو چه آدم فسادی هستی و اینا. بخاطر این بچه ما امیدواریم که شما اینطوری ما رو قضاوت نکنین و اینکه ما ادامه میدیم تا بهتر شیم دیگه. بازم ببخشید. حالا هر کسی تو زندگیش اشتباهی داره، من نمیگم هیچ کسی انسان جایز الخطا استادش. من ببین تو این تا به الان زندگیم واقعا همش اشتباه کردم. واقعا قبول دارم. میخوام به توی بچه‌ها یه قولی بدم که خودم از این اشتباه نکنم، خودم جمع کنم. بله. آره
قول میدیم از این بعد زود ویدیو بذاریم براتون. بله قول میدیم زود ویدیو بذاریم، یکم سابسکرایبمون بره بالاتر و یکم میدونین به اون ویو ثابت چنل برسیم و اینا. یه ویو ثابتی داشته باشیم. اگر خدا نکنه تو یا من به این مشکلی بر بخوریم، چند روز نتونیم ویدیو بذاریم، 100% توی اینستاگراممون یا چه میدونم چنل تلگراممون بازم از خودمون ویدیو میذاریم و مشکل رو بهتون میگیم و چند روز غیب میشیم. غیبش کن. آره بخش آخر چی بود؟ بخش آخر نه، ما الان قرار در مورد آره ما قرار در مورد هدفمون از یوتیوب اینا صحبت کنیم. ما کلا هدفمون از این پادکست رو که بهتون گفتیم قسمت اول خودمون، تجربیاتمون و هدفمون کاملی هم هنوز نگفتیم درباره. نه ما یه بچه خورده باهاتون در اشتراک میذاریم و سعی میکنیم کلا شخصیت ما رو بشناسیم. نمیخوایم مثلا زیاد ناشناخته بمونیم، مرموز باشیم، نمیدونم این شکاکا اینا به درد نمیخوره. آدم رک بریز رو دایره. تمام شده. آره خیلی هم ممنون میشم از تجربیات خودتون بگید، ما از تجربیات خودتون هم استفاده کنیم. برای یه چیز دیگه حرفتو بزن داخل ویدیو هم به کار ببرید. آره بچه‌ها اگه شما چنل یوتیوبی زدین داخل کرمانین و اینا، بیاین 100% وارد پادکست بشین، با هم چند مدت صحبت میکنیم، رفیق میشیم، دوست و اینا. حالا زیاد نمیگم چیز کنین و اینا، ولی خب به عنوان مهمان به عنوان مهمان یکی دو تا قسمت پادکست میاریم براتون. بازم در مورد پادکست‌های بعدش در مورد دایی مرتضی رو یادم رفت بگم. یه دایی دارم که بیشتر تجربیاتمو از اون میگیرم به نام مرتضی. آقا مرتضی آقا مرتضی. خلاصه که این دایی مرتضی که داشتم خداییش من رفیق کم دارم، فاضل و مرتضی حالا چند نفر دیگه. واقعا داییم خیلی از تجربیاتشو در اختیار من گذاشت، خیلی هم بهم کمک کرد. اونو من 100% میارمش. یه خورده ویو بره بالا، یکم ویو بره بچه بالاتر. داییمونو میاریم، دایی مرتضی. سعی میکنیم از تجربیاتش استفاده کنیم، هم خودمون هم به اشتراک میذاریم با شما. خب هدفمون کلا در مورد یوتیوب این بود که بیشتر تجربیات خودمون رو به اشتراک بذاریم. ما کلا نه دنبال نمیدونم ویوی بالاییم، نه دنبال نمیدونم لایک و فلان و پول در آوردن و اینا. نه یه حرکتی بزنیم چیکار کنیم؟ پول در آوردیم یه بخشی از اون پولو بدیم به نیازمندا. اگه حالا بود که فعلا خیلی راهه، فعلا داشت خیلی. من تا الان مثلا این اولین پادکستمون تا یه سال دو سال خودمون نیازمندیم. یکی دو سال دیگه یکی دو سال دیگه تازه هنوز ویو پیج پایینه چیز. بعد ما کلا بچه‌ها داخل تلگرام هم حتما یه چنل میزنیم، یکی من دارم کانال میزنیم. آره کلا کانال تو اسمشو میذاریم بلوا پادکست، هم اسم پادکستمون باشه هم اسم تلگراممون. و کلا هم وایس میذاریم اونجا، هم بعضی موقعا در موردش باهاتون صحبت میکنیم و ازتون کمک میخوایم در مورد ویدیوهای جدید. و اینکه بچه‌ها یه گپ هم میزنیم تو تلگرام که شما عضو شین با همون صحبت کنید. حالا اینا رو فعلا میذاری خور ویو بره بالا. ما کلا روند کارمون الان بگیم که دیگه جلوتر. آره مشکل اینش خوبه. خانم بذارت چه لحظه بعدش هم در ویدیوهای آینده قراره که مثلا همین تجربیات خودمون، حرفای شما، حرفای خودمون، حرفای آشناهامون، حالا هر کسی زیاد حرفی نداریم خودمون. آره. کلا بچه‌ها اینا. ولی خب بچه‌ها سعی می‌کنیم پادکستامون به قدر کافی دلتون بشینه، خودمون رو زیاد نمیدونم لوس نونو نکنیم. اینکه کلا بچه‌ها تا جای میتونین لایک سابسکرایب یادتون نره. رسیدیم به بخش خدافظی. رسیدیم به بخش یه جمع‌بندی کنیم. یه جمع‌بندی می‌کنیم. آره. ببینیم بچه‌ها کلا الان بخوایم ببین تا جایی میتونی این رد آجی تایم ویدیو رفته بالا خودش. آره تایم ویدیو روی 25 دقیقه نه 25 که نه 23 روی 23 بود دیگه 25 6 اینا دیگه میبندیمش با ادیتش و اینا 100% میذاریم داخل یوتیوب. حتما استفاده کنیم بچه. بله خب یه جمع‌بندی کلا بخوایم بکنیم، جمع‌بندی تو از این حرفایی که زدیم چیه؟ اول اینکه تو رابطه نرید، فاز عشق نگیرید. نمیگم لاشی بازی کنید، لاشی بازی اصلا کلا کاریتون به این کارا نباشه.
نه رفیق بازی هم واقعا حد زیاد نه. رفیق میدونی چه جوریه؟ رفیق یه طوریه عین عشق، یعنی تو باید اون قدری که اون نمیذاره رو تو بتونی بذاری و یه روزایی تو پایین میری اون بیار بالا. میدونی چه جوریه؟ رفیق هم اینطوریه. سعی کنیم با آدمای خوب بگیریم، با آدمای دوستشون رفیق شین که آدمای خوبی باشن، باهاتون نمیدونم به اشتراک بذارن اینا رو و باهاتون حرف بزنن. چون مثلا من تو یه مدت با هم حرف بزنیم خدای هم دور میشه. واقعا قبول دارم اینا رو. آره. بعد اینکه به هر کسی اعتماد نکنی، به هر کسی، به هر کسی، خانواده، رفیق، دوست، پارتنر و 100% نمیگم کلا اعتماد نکنی، اعتماد کنید 100%تون. هیچ وقت برای هیچ کس 100%تون نذارید. نه. چون واقعا یه جایی میخورید که انتظارش ندارید. کوتاه که جمله داره میگه تو اگه 100% تو واسه یه آدم بذاری بعد از یه مدت فکر میکنه اون وظیفت. میدونی همینی که من رابطه آره پدرم پوتک میگه. پدرم الگوش پوتکه. میدونین آدم باید رابطه و عشق و دوستان و هر چیزش اینطوری باشه که تو بتونی با اونا خودتو لول اپ کنی، با اونا بری بالا، با اونا نمیدونم حرف بزنی و اینا باشه. آره. خب کلا این که بچه خیلی دوستتون داریم. مرسی که تا اینجای پادکست همراهمون بودین. بازم میگم اسم پادکست ما بلوا پادکسته و فعلا هم زیاد امکانات و اینایی نداریم. اصلا نداریم. اصلا راستیتش نداریم. 2 تا گوشی داریم که با یکی وایس میگیریم با یکی ویدیو. بله. بازم بچه‌ها بهتون میگم که بازم ببخشید من اگه صدا بد اومد. بک‌گراند آوردیم. امکانات 100% اصلا امکانات دوچرخه خودش هست. برو بابا بقیه. همون شده رفت. پایه چی با میکروفون چی؟ اما اینا چی؟ بلش. یه جایی هم بود مثل این جای سطح نوشتیم رو دوچرخه می‌زدیم. آره. ویدیو قبلی هم می‌گرد. ویدیوی قبلی که نه. یه چیزا قبلی. آره. بچه بازم ببخشید اگه ویدیو بد شد. خیلی خیلی دوستتون داریم، عاشقتونیم. متشکریم که تا اینجا پادکست همراهمون بودین و بیشتر فامیلا آشنا هستن. آره حالا داشته میدونیم با فامیلا آشنا یه فعلا میریم بالا علاوه. آره دوباره میگم مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. وقتتون رو تلف که نمیشه گفت کردی چون یه خورده کوچیک از تجربه. چون ما خودمون از زیاد تجربیاتی نداریم بچه. ما داریم تجربیات هم حتی خودتون دارید ولی خب من دارم میگم قرار نیست معجزه‌ای بشه تغییر بکنه برای هر کسی. نه شما این تجربه رو دارید. 99% قرار همین اتفاق بیفته. آره میدونین چرا؟ چون بچه‌ها این تجربیاتی که شما دارین فکر می‌کنین فقط مختص خودتونه، آدمای بعدی حتما خوبن نمیدونم شما بدین و اینا، ولی نه بچه‌ها بهتون بگم که آدم تاکسیک همه جا حضور داره و شاید شما با کارهایی که کردین اون آدم تاکسیک کرده باشین. مراقب رفتار خودتون هم باشید. مراقب قلب زیبا و مهربون خودتون باشید. به هر کسی ندین قلبو. مرسی دارم با اشتراک به هیچ کس نذارید. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. فعلا برو بکس. خدا نگهدار.